بالاخره گرفتنم. عروس دوست داری قصه آشنایی تو برام بگی؟ خب راستش رابطه ما لاینگ دیستنس بود. یعنی چجوری؟ ما توی فضای مجازی با هم آشنا شدیم. بعد اینکه مثلا من پروفایلش رو دیدم و اینا، عکسی توی پروفایلش بود خیلی تایپم بود. خب داشتی میگفتی؟ آره خیلی تایپم بود، ولی صد که منتظر بودم و پاپیش بذاره. بعدش که اومد زیر پستم کامنت گذاشت و منو به بازی دعوت کرد. خب اسم بازیه چی بود؟ حالا بماند. بعدش که توی اون بازی واسه اولین بار صدای همدیگه رو شنیدیم، من تو همون بار اول عاشق صداش شدم. عاشق صداش شدی و؟ آره عاشق صداش شده بودم. بعد اینکه ما 2 سال توی رابطه بودیم. یعنی کات کردی؟ نه گوش کن. توی اون 2 سال ما اصلا همدیگه رو ندیده بودیم و اینکه آره و اینکه از جانب اون اصلا جدی نبود. بعد 2 سال با همدیگه قرار گذاشتیم و این سری جامون عوض شده بود. اون عاشق من شده بود. اوه مای گاد. توی این 5 سال کلی تلاش کرد که منو به دست بیاره. الانم بعد کلی سختی به هم رسیدیم. الانم منتظره که ملکه زندگیشو تو لباس عروس ببینه. بالاخره گرفتنم.